این دوتا جفتن. مادهش تو زاخون فرار کرده بود، نبود، ولی برگشت مریض شده. حالا جفتش تک و توک غذا میخوره. بعد الان کل کبوترها غذایی که بازشون میذارم میمونه، نمیخورم. این غذایی که پولشون، این غذاشون، این غذاشون، این وضعیت جوجا. بله صبر کن دیگه. این وضعیت جوجا شیندانشون خالی خالی. این با خود جوجا هم مایشن تمایل به غذا خوردن ندارن.